وقتی که ما به 35مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان با آن کامیابی و موفقیت ها نظر می اندازیم، سالهای پیش نظر می آید که چگونه زنان و دختران اذیت داشتند و چگونه ما انتظار بودیم. صلح و وحدت برای تاجیکستان با آسانی به دست نآمد. امروز ما افتخار از پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، نفری که واقعا هم انسانی صلح آفر و صلح آور هستند و صلح تاجیکان را امروز جهانیان می آموزند، ما افتخار می کنیم. امروز وقتی که ما به تاجیکستان و شهر و نواحی های آن نظر می افکنیم، از گل شکوفی آن، از پیشرفت آن، از آبادی دولت عزیزمان افتخار داریم. ما زنان و مادران خاصتا افتخار آن را داریم که امروز صلح تاجیکان را جهانیان می آموزند. صلح تاجیکان را نه فقط که در جهان بینید، از منبرهای بلند سازمان ملل متحد آن پیشنهادها، آن درخواستها، آن گفت و شنودهایی که پیشوای ملت ما ابراز دارند، امروز جهانیان آن را قبول می کنند و امروز در پیروی آن فعالیت دارند. و واقعا هم وقتی که ما به تاجیکستان نظر می کنیم و آن گل شکوفانی آن را می بینیم، بناهای با حشمت، گل و گلزارها، بستانها، خانه موزه‌ها، قلعه خوجند که امروز خارجیان هم آمده آن را نظر می کنند، همه این دستاورد استقلالیت جمهوری تاجیکستان است. کوچه های منفرش، خانه های بلند آشیانه، گلگشت و خیابان های زیبا، هر یک زیبایی که وطن ما دارد، تاجیکستان ما دارد، هر یک شهر و نواحی ما دارد، این از شکوه و شهامت استقلال است. صلح و وحدت، آرامی و آسایشتگی است و این همه از آن پیشنهادها، از آن کوشش و غیرتها، از آن تلاش‌های پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرد.